عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم خدمت همه دانش آموزان خوبم که دنبال انتخاب رشته یا همون آینده شونه. امروز در سلسله جلسات مثبت انتخاب آینده میخوایم بریم سراغ جلسه سوم و مورد سوم، یعنی بهترین رشته در جایگاه بدترین رشته دنیا. این منظورش چیه؟ یه رشته‌ای هستن که خیلی خیلی خوبه. خب مثل چی؟ دکترای پیوسته بیوتکنولوژی و مدیریت و اقتصاد. خب این دو تا رشته خیلی خیلی خوبن و این متاسفانه تو ایران جا نیافتاده. مثلا فکر میکنن برای مدیریت بخونن بیکار، یا دکترا پیوسته بیوتکنولوژی اصلا نمیدونن چیه. بریم که این دوتا رو معرفی کنیم. دکترای پیوسته تکنولوژی همونطور که از اسمش مشخصه تا مقطع دکترا بدون اینکه کنکور در واقع ارشد دکترا بدین ادامه میدین. فقط یه دانشگاه میگیره، دانشگاه تهرانه. ظرفیتش معمولا 15 نفره که 15 نفرش طلاهای المپیاد و نفرات زیر 100 کنکوره. شرایط پذیرشش چطوریه؟ با انتخاب رشته هست. خب ولی در کنارش مصاحبه هم داره. مصاحبهش رو شما که اعلام میکنید، اینا 10 برابر ظرفیت، یعنی 150 نفر معمولا ظرفیت حدودیه اعلام میکنن. اون 150 نفر میرن داخل دانشگاه تهران، شهر تهران، مصاحبه میدن و اونایی که قبول بشن داخل کارنامه‌شون در مثل فرنگیان یه نمره مصاحبه داره که در واقع و یه نمره علمی داره که همون کنکورتون. نتیجهتون 15 نفر از بین اون 105 نفر که بازم میگن 90 مصاحبه باشم، حتی رتبه زیر 500 باید باشه. خب چون افراد بسیار خاصی اینو میگن. خب و 15 نفر به عنوان قبولی اعلام میشه. این از این. من چه علاقه‌ای باید داشته باشم؟ جلوتر میگم چه علاقه‌ای باید داشته باشم که اصلا وارد این رشته بشم. ببینید این رشته، یادتونه من این رشته معرفی کردم به نام مهندسی پزشکی. این رشته تقریبا مثل اونه. خب یه رشته میان رشته بهش میگن. یعنی شما با هر چیزی که بگید سر و کار دارید. دکترای پیوسته بیوتکنولوژی مهندسی مکانیک دروسش رو میخونه، برق میخونه، شیمی و پلیمر میخونه و همچنین دروس پزشکی به خصوص ژنتیک. خیلی از این چیزا میخونه. فضای کار معمولا 2 نوع فقط: آزمایشگاه و تحقیقاتی، مقاله نویسی، پژوهشی، مرکز تحقیقاتی، پژوهشگاه، اینجور جا. اوکی. خب شرایط واسه آقا و خانمش چطوره؟ آقا کاملا مساوی با خانومه، فرقی نداره. شرایط مهاجرت عالی. شما میتونی با پاس کردن یه تعدادی وارد به حالا مقاله و زبان و اینجور حرفا، همون با مدرک لیسانست خارج بشی واسه در واقع ارشد و دکترا. و ارشد دکترا داخل دانشگاه تهران نخونید. کدوم دانشگاه؟ فقط دانشگاه تهران میگیره آقا جان. یعنی چی کدوم دانشگاه؟ اصلا معنی نداره این جمله. فقط دانشگاه تهران میگیره. خب این هم از این موضوع. بازار کار چطوره؟ تو ایران عالی. چون کلا بچا 15 تا فارغ التحصیل دارن. منظورتون چیه که بازار کارش خوب نیست؟ عالی، اصلا بی‌نظیر بازار کارش. خب چون شما ببین بدترین رشته هم وقتی تعداد در واقع دانشجوش کم باشه، یه سری کارا در واقع دارن که انجام بدن، اونم با حقوق خوب. یعنی حداقل درآمد داخل ایران 5 میلیونه که واقعا تو این شرایط اقتصادی خوبه. کارشون چیه؟ چند تا گرایش داره. مثلا گرایش بیوتکنولوژی میکروبی، داخل زمینه بیوتکنولوژی غذایی و دارویی، تولید آنزیم‌ها، پروتئین‌ها، قارچ‌ها و مخمرها. اینا اطلاعات لازم رو به دست میارید، تحقیق میکنید روی فرآیندها و اینا. این یه نمونهشه. تشخیص بیماری‌های عفونی، ارثی و سرطانی، تعیین نقشه ژنی و درمان‌های مولکولی. روی تمام اینا کار میکنین. خب یکی از کارهای دیگه که الان داخل قبل داره انجام میشه کلونینگه. اوکی، کلونینگ کم بد خط شد. خب پس کلونینگ یا همون شبیه سازی که حالا مثلا حیوانیش
خیلی رایجه، انسانی شدن تلاش میکنن انجام بدن، خوب معنای دینی داره داخل دین ما و حتی مسیحیت و اینا معنی دینی داره. خب پس هدفتون اینه رو چیزای پایه علمی، رو مطالب پایه علمی تحقیق میکنید و حالا سعی میکنید یا چیزی رو تولید کنید یا چیزی رو بهبود بدید. اوکی؟ پس این از کارتون. واحدهای درسی چطوری؟ همونطور که گفتم همه چی دارین، همه چی بچه خیالتون راحت باشه، همه چی دارین، هر چی دارین، همه چی. این از دکترای پیوسته بیوتکنولوژی. مدیریت اقتصاد، 2 رشته واقعا بی‌نظیر بچه. این رشته ها مگه چشونه؟ علاقه به چی داشته باشم؟ کار اداری، سرگروه بودن، رهبری و از اینجور موارد. بازارهای مالی، آقا یا خانم، آقا مساوی با خانم، مهاجرت، اوکی، واحدهای درسی، ریاضی، آمار، ریاضیات سبک البته و دروس تحلیلی اقتصاد. کدوم دانشگاه؟ علامه و خوارزمی 2 دانشگاه خیلی خوبن که میتونید روشون حساب کنید. بازار کار، بد باشم، بده، خوب باشم، خوبه، به همین راحتی. زیاد معرفیش نمی‌کنم چون که بازار کارشون میدونید کجاست، بانک ها و حالا مراکز مالی سازمان بورس و اوراق بهادر و از اینجور موارد. این هم از این جلسه خیلی خلاصه بود. سعی کردم یه خورده دیدتون باز کنم. از این جلسه بیشتر هدفم دکترای پیوسته بیوتکنولوژی بود که هیچ کس تقریبا بهش توجه نمیکنه. امیدوارم که استفاده کرده باشین. تا جلسه دیگه، خدا نگهدار.